به بازی برگردیم. آرپیچا استقلال از جناح چپ اضافه میشه اونجا، موقعیت شوت زنی برای مهدی پور. چه گلی میزنه، چه کار تاکتیکی عالی و چه جوابی میگیره جواد نکونام از این تغییر سیستم. عالی زد، کاری از دست هیچ کس بر نمی اومد و توپ رفت قهر دروازه صنعت نفت آبادان. چیزی که انتظارش رو نداشت سهراب بختیاری زاده. عالی زد ضربه رو و فقط ایستاد و نگاه کرد. آرمین سهرابیان اینجا از زاویه دیگری با هم ببینیم. قشنگ توپ چسبید رو پای مهدی پور. یکی از زیباترین گل‌های این فصل فوتبالمون رو استقلال توسط مهدی پور به ثمر رسوند.